تروما یه کلمه یونانی به معنی زخمه، یه زخم روانی، یه زخمی که قبلا به وجود اومده و جاش روی روان ما مونده. و مثل یه زخمی که انگار همین الان اتفاق افتاده و بازه، اگه یکی بهش دست بزنه خیلی میسوزه و درد میکنه. تروما دقیقاً همین شکلیه. هر چقدر هم که ازش زمان بگذره، کافی یکی انگشتشو بذاره روی اون نقطه، یکی اون موقع اون اتفاق رو یادآوری بکنه. یا به یه نحوی اون اتفاق توی ذهن ما یادآوری بشه. مثل روز اولش درد میکنه، مثل روز اولش میسوزه. انگار که همین الان اون اتفاق برای ما افتاده، در صورتی که این اتفاق توی گذشته افتاده. و اگه به یه زخمی که بسته شده نگاه بکنی، میبینی که یه بافت سفت و سختی داره. تروما هم همینه. آدمایی که تروماتایز میشن، آدمای سفت و سختی میشن. مقاومت میکنن نسبت به تغییر، نسبت به رشد کردن. پس تروما اون اتفاقی که برات افتاده نیست، اون دردی که اون لحظه کشیدی نیست، اون سوء استفاده‌ای که از یک آدم شده نیست، اون زخمیه که از اون اتفاق، از اون سوء استفاده، از اون درد روی روان اون آدم مونده. تروما اون زخم است که به جا مونده از اون اتفاق. و این خبر خوبیه. چرا؟ چون اگر تروما اون اتفاق بود نمیشد تغییرش داد. چون ممکن بود اون اتفاق 40 سال پیش افتاده باشه و ما نمیتونیم گذشته رو تغییر بدیم. ولی حالا که تروما اون زخمیه که از اون اتفاق به جا مونده و همین الان اون زخم ما میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم، پس میتونیم هم درمانش بکنیم. چون اون زخم توی همین الان حاضره. اون زخمی که از اون اتفاق گذشته روی روان ما مونده. حالا اگه بخوایم به ریشه کلمه هیلینگ یا همون شفا پیدا کردن عمیق‌تر نگاه کنیم، میبینیم که به معنی کامل شدنه. پس اگه تروما جدا شدن از خود حقیقی یا احساساتمون یا از بدنمون باشه، شفا پیدا کردن میشه جمع کردن این تیکه‌ها، جمع کردن و دوباره کامل کردن خود. چون تروما باعث میشه که ما یه سری چیزا رو از خودمون جدا کنیم، تیکه تیکه بشیم. یه تیکه بدنمون رو دوست نداشته باشیم، یه رفتار، یه احساسیمون رو دوست نداشته باشیم. انگار که تیکه تیکه شدیم و یه تیکه‌هایمون ازمون جدا شدن. و شفا پیدا کردن با درمان فرق داره. ممکنه یکی درمان بشه ولی هیچ وقت شفا پیدا نکنه. ولی اگه یکی شفا پیدا کنه، ممکنه به یه سری درمانهای فیزیکی هم حتی نیاز نداشته باشه. و مثل هر اتفاق دیگه‌ای که برامون میفته، دور و بریامون میان به همون میگن که بذار ازش بگذره، درست میشه، یادت میره. ولی زمان تروما رو درست نمیکنه. زمان فقط باعث میشه که اون زخم مخفی بشه، بره یه گوشه، اون پس ذهنت میمونه، پس روانت میمونه، تا دوباره یکی بیاد دست بذاره روش، دوباره یه اتفاقی بیفته که یادت بیفته. اونجاست که عین روز اولش درد میکنه. حالا اولین قدم برای شفا پیدا کردن از تروما، برای رشد کردن چیه؟ اولین قدم پذیرفتن آسیب پذیریه. بپذیریم که ما آسیب پذیریم. چون آسیب پذیری ظرفیت ما برای زخمی شدنه. وقتی که تو میپذیری آسیب پذیری، ظرفیتت هم میره بالاتر. وقتی که یه زخمی میفته روی روانت، ظرفیت بالاتری داری. میتونی حلش بکنی. به تروما تبدیل نمیشه. میتونی ازش گذر بکنی. ظرفیت بالاتر یعنی این که تو میدونی که بعد از این زخمم زندگی جریان داره. نیازی نیست کل زندگی تو اون اتفاق، اون زخمی که ازش مونده تعریف بکنه. اگه به طبیعت هم نگاه بکنیم، درخت جایی رشد میکنه که آسیب پذیره، جایی رشد میکنه که نرمه، توی یه خاک نرم رشد میکنه. درخت روی یه سنگ سفت و سخت رشد نمیکنه، نمیتونه ریشه بده. طبیعت توی جای نرم، توی جای آسیب پذیر رشد میکنه. انسان هم جزوی از طبیعته. ما هم وقتی رشد میکنیم که آسیب پذیر باشیم. پس یه بار دیگه آسیب پذیری رو تعریف میکنم. آسیب پذیری ظرفیت ما برای زخمی شدنه. و هرچی این ظرفیت بیشتر، رشد ما بیشتر و راحت‌تر.